دوستان خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو من چند تا منطقه‌های بسیار خوب ماینکرافت رو ببینیم. یکی اینه، اول وقتی میریم تو آتیش دمیج میخوریم، میسوزیم. تو کاکتوس هم دمیج میخوریم، اینجا هم دمیج میخوریم، ولی احیانا اینجا دیگه باید دمیج بخوریم دیگه، ولی وقتی که میریم هیچ اتفاق نمیفته، هر کاری کنی هیچی نمیشه. آقا بریم حالا اینور. ببین الان اینجا یه تخم لاک پشت داریم و کلی بهش تیر میزنیم، هیچیش نمیشه. کلی انویل میریزیم روش، هیچیش نمیشه. و حتی اگه لاوا هم بریزیم هیچی نمیشه. سندم بریزیم همینطور. حالا اینجاش باحاله، وقتی که حالا ما میریم روش میپریم این دیگه منطق خیلی، یعنی ماینکرافت خیلی منطق داره. ببخشید دیگه، تا ویدیو بعدی هم خداحافظ.